سلام، نام من ماریا مکوی تامسن است و من 16 ساله می باشم. شاگرد صنف 11 هستم. در 2 سال بعد کالج میرم و انگلیسی میخوایم رشته این باشه و میخوایم که نویسنده شوم برای فیلم ها یا به تلویزیون. من این ویدیو رو به این خاطر براتون جور کردم که نشان بدم که امریکایی ها و افغان ها چقدر در بین کلچر و عادت ها چقدر یکی دیگه میخوانن. ما اما در یک دنیا زندگی میکنیم و من از طرف خود دنیای خود را برای شما نشان میدم. من در کالیفرنیا زندگی میکنم و ولایت کالیفرنیا بسیار مردمای از هر جای می باشند. در ولایت کالیفرنیا بسیاری از مردم دهقان می باشند و مصروف زمینداری می باشند. دهقانان حاصلات خود را در دکانهای منطقی خود به فروش می رسانند. بسیاری دکاندارا میوه و ترکاری را به فروش می رسانند و یا هر قسم میوه و ترکاری می داشته باشند. این دکاندار افغان است و بولانی می فروشه. نام ما عابد است. ما از افغانستان بودم. ما حالا در امریکا تولد شده بودم. ایژوکیشن اینجا بسیار امپورتن است برای کلگی که یک چیز شایی رقم دکتر یا سرجن یا بیزنسمن. مادر ما یک بیزنس وومن بود. انت مام یک بیزنس وومن بود. کمپانی رو ساخت. It's amazing. بولانی رو در کل دکانان آل میفروشیم. یک چیز کلان کردیم از یک دانه بولانی. کدخون داریم لنتولام و کل چیز دیگه داریم، فلتبردهای مزه‌دار. نظیفه سریقی یکی از افغانای می باشه که همیشه کمک میکند اطفال افغانستان به خاطر مکتبا و هر کاری که باشه برای مخصوصا برای بد مکنزی به مکتباش و این تجارت بولانی را میکنه و دکانایش در هر جای است. این بچه که شما دیدین این بچه هم مربوط امی کمپانی یا تجارت از این خانم نظیفه می باشه و همیشه کمک کرده. صرف میخواستیم که براتون نشان بدیم که زیاد افغان ها هستن که کمک میکنن به غیر امریکایی هم و نظیفه همیشه شما را کمک کرده. بسیاری مردم در آخر هفته به مارکت میروند برای خریداری و اطفال در بین هفته به مکتب میروند. مثل شما طفلا. این صنف درسی اطفال 5 ساله می باشه. اطفال در روزهای درسی یا سامانالات بازی را استفاده میکنن و ساتری میکنن یا درس میخوانن. این اطفال میخواین نمبرها را یاد بگیرن از 1 تا 100. معلمشان میخواد که برشان یاد بتن که چطور یاد بگیرن از 1 تا 100. این اطفال یاد میگیرن ماهای سال توسط خواندن. این اطفال خوش دارن رسامی را و این رسامی هایی که شما میبینین کلش از خود از این طفلا هستند که رسامی کردن. بعضی چیزها را از چت هم آویزان میکنن به صنفهای خود. یکی از چیزهایی که اطفال خوش دارن درس خواندن است. بعضی وقت معلم برشان میخوانه، بعضی وقتا خودشان میخوانن. چون طفلا زیاد کار میکنن و درس میخوانن در مکتب، بعضی وقتا خوش دارن که ساتری هم بکنن. بسیاری از طفلای امریکا خوش دارن که بسکتبال ساتری کنن و این بچه خاله می باشه که همراه پدر خود و همراه پدر ما بسکتبال ساتری میکنن. در امریکا بچه ها و دخترها خوش دارن که بسکتبال بازی کنن. میتونین در این ویدیو ببینین که دخترها هم بازی میکنن بسکتبال. بسیاری مردم خوش دارن که تنیس بازی کنن و زیادتر مردم خوش داره که بایسیکل رانی کنه و فریسبی بازی کنن. بعضی اوقات ما هم خوش داریم که گودی پران بازی کنیم مثل شما مردم افغانستان. بسیاری مردم امریکا خوش دارن که همراه با فامیلای خود برن بیرون و ازش لذت ببرن به خاطر که فامیل بسیار یک حصه مهم زندگیشون می باشه. ما خوش داریم همراه دوستای خود بشینیم یا خانهشان بریم یا وا بیاین و نان بخوریم همراهشان. یکی از شیرینی‌هایی که امریکایی‌ها زیادتر خوش دارن به نام اپل پای یاد میشه و این در روزهای مهم
میخورن. خوردن غذا قدر بر امریکایی ها مهم نیست که یک جا شدن فامیلا مهم است. حیوانات یک حصه مهم زندگی امریکایی ها می باشه و زیادتر در خانه های خود سگ و یا پشک نگهداری میکنن. امریکایی ها خوش دارن که زیادتر سگ خود برای قدم زدن ببرن و بعضی وقتا خودشان هم میرن بدون از اینکه سگ خود ببرن که از شار لذت ببرن. این شارم است که فامیلا و اطفال در پارک بازی میکنن. در اینجا دکان‌هاست و رستوران هاست. آرزو دارم که از این ویدیو یک چیز لذت برده باشین و یک چیز آموخته باشین درباره کالچر ما. مردم امریکا آرزوی خوشی و خوبی شما را داره.